درس سوم، اساسهای ایمان. اساسهای ایمان 6 تاست. اینکه به الله تعالی، ملائکه های او، کتاب های او، رسولان او و به روز آخرت ایمان داشته باشی. به تقدیر نیک و بد که از جانب الله تعالی است ایمان داشته باشی. تعریف ایمان از روی شریعت: به زبان گفتن، به قلب باور کردن و به اعضای بدن و دل عمل کردن. به طاعت زیاد و به معصیت کم می شود. دلیل گفتن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پس بالاترین آن گفتن لا اله الا الله می باشد. و دلیل عمل اعضای بدن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند و پسترین آن دور ساختن آزار از راه است. و دلیل عمل دل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند و حیا شاخه از ایمان است. و دلیل زیاد شدن ایمان فرموده او تعالی است که الله تعالی فرمود این آیت ایمانی کدام از شما را افزود. و دلیل کم شدن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که از کم عقلان و کم دینان ندیدم. اسباب زیاد شدن ایمان: یکم آموختن توحید و خاصتا باب نامها و صفتها. دوم بسیار طاعت و عبادت کردن. سوم ترک گناه. چهارم در مخلوقات اندیشه کردن. سببهای اسباب کم شدن ایمان: یکم نآموختن توحید و خاصتا نآموختن باب نامها و صفتها. دوم ترک طاعتها. سوم معصیت کردن. چهارم در مخلوقات فکر نکردن. اساسهای ایمان 6 تاست. یکم ایمان داشتن به الله تعالی. دوم ایمان به ملائکه ها. سوم ایمان به کتاب ها. چهارم ایمان به رسولان. پنجم ایمان به روز قیامت. پنجم ایمان به روز آخرت. ششم ایمان به تقدیر نیک و بد. اساس یکم به الله ایمان آوردن است و لازم گیرنده امور زیرین است. یکم به هستی الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن و این به 4 امر می باشد: به عقل، به حس، به فطرت، به شریعت. به عقل پس عقل مستقل می شود. به عقل پس عقل مستحیل می شمارد هستی مخلوق را به خالق. آیا آنها از هیچ چیز و به آفریننده آفریده شده اند یا خود آفریدگار خودند؟ دوم به حس، در حالت سختی و دشواری می باشد. پس دستانت را به سوی آسمان می برداری و می گویی ای رب. پس می بینی که این سختی به امر الله برطرف می شود. سوم به فطرت، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر نوزاد بر ایمان فطری تولد می شود. پس پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا آتش پرست می سازند. چهارم به شریعت. ابن قیم رحمت الله بر او باد ذکر میکند که آیتی در کتاب الله تعالی نیست مگر در آن دلیل بر توحید است. دوم به پروردگار الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن. سوم به الوهیت الله جل جلاله ایمان داشتن. چهارم به نامها و صفاتهای الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن است. اساس دوم ایمان به ملائکه است. ملائکه ها عالم غیبی هستند. الله تعالی آنها را از نور آفرید. الله را اطاعت میکنند و او را بی‌فرمانی نمیکنند. دارای روح ها هستند، روح القدس، و دارای جسد هستند. کسی که فرشتگان را رسولان قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه، هر چی بخواهد در آفرینش می افزاید و دارای عقلها و قلبهاست. تا زمانی که اضطراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود میگویند پروردگارتان چی گفت؟ به آنها و به نامهای از آنها که الله به ما یاد داده است، مانند جبریل، میکائیل و اسرافیل، و به صفتهای آنان. هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچی فرمان میابند انجام میدهند و به عملهای آنان ایمان میاریم. بعض ملائکه ها که از آنان به ما خبر داده شد، از جمله آنان 8 بردارنده عرش، جبریل که به آوردن وحی وظیفه دار است و میکائیل که به قطره باران وظیفه دار است
و همه آنها به آن اخباری که از آنان آمده است به طور مجمل و مفصل ایمان می‌آوریم. اساس سوم ایمان به کتاب هاست. واجب است که ایمان داشته باشیم که آنها در حقیقت سخن الله هستند، نه اینکه مجاز است، و اینکه آنها نازل شده اند و مخلوق نیستند، و اینکه الله بر هر رسول کتاب فرستاده است و به آنها و به آن چیزی که الله از نامها، خبرها و احکام آنها به ما خبر داده است به طور مجمل و مفصل، مادامی که منسوخ نشده است ایمان می‌آوریم. و ایمان داریم که قرآن همه کتاب‌های پیشین را منسوخ کرده است و آن کتاب‌ها تورات، انجیل، زبور، صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام میباشند. اساس چهارم ایمان به رسولان است. واجب است که ایمان بیاریم که آنها بشر هستند. از خصوصیت‌های پروردگاری برای آنها چیزی نیست و اینکه آنها بنده هستند، پرستیده نمی‌شوند، و اینکه الله آنها را فرستاد و به سوی آنها وحی نمود و آنها را به آیاتها قوت بخشید و آنها امانت را ادا کردند و امت را نصیحت کردند و رسالت را رسانیدند و در راه الله چنانه که شایسته جهادی او بود جهاد کردند و به آنها و به آن چیزی که الله از نامها، صفتها و اخبار آنها به ما تعلیم داده است به طور مجمل و مفصل ایمان می‌آوریم. و اینکه اول انبیا آدم علیه السلام و اولین رسولان نوح علیه السلام و ختم کننده انبیا و رسولان محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. و اینکه شریعت های گذشته همش به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم منسوخ شده است و اولوالعزم دارای اراده استوار 5 تاست. در سوره شورا و احزاب ذکر شده اند. محمد صلی الله علیه و سلم، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام می باشند. اساس پنجم ایمان به روز آخرت است. ایمان آوردن به همه آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن خبر داده است که پس از مرگ رخ می‌دهد را در بر می‌گیرد، مانند فتنه قبر، در سور دمیدن، خستن مردم از قبرهایشان، ترازوها، صحیفه‌ها، پل صراط، حوض، شفاعت، جنت، دوزخ، دیدن مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت در جنت و غیر اینها از امرهای غیبی می باشد. اساس ششم ایمان به تقدیر نیک و بدش است و آن 4 مرتبه دارد. اینها را نظم کننده در گفته اش جمع آورده است. نوشتن مولایمان، مشیت او و خلق او و آن ایجاد و تکوین پیدا کردن است. ایمان به تقدیر نیکی و بدی، ایمان به تقدیر نیک و بد 4 است. یکم علم، دوم نوشتن، سوم مشیت، 4م خلق. علم ایمان داشتن به اینکه او سبحانه و تعالی همه چیز را به مجمل و مفصل می‌داند و دلیل فرموده او تعالی است آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می‌داند. دوم نوشتن ایمان داشتن به اینکه الله به راستی تقدیرهای همه چیز را تا برپا شدن قیامت نوشته است و دلیل فرموده او تعالی است و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتابی روشن است. سوم مشیت ایمان داشتن به اینکه آنچه الله خواهد می شود و آنچه نخواهد نمی شود و اینکه بنده دارای مشیت است لکن آن در زیر خواسته الله است. الله تعالی فرمود و نمی خواهد مگر آنچه زیرا الله بخواهد. 4م خلق ایمان داشتن به اینکه بنده و عملهایش مخلوق است و اینچنین دیگر کائنات و دلیل الله آفرنده همه چیز است و اینچنین می‌فرماید و الله شما و آن چیزی را که می‌کنید آفریده است.